فاجعه نصف روزی 12 ایون روی داد. بوینگ 787 دریملاینر شرکت هوایی ایر ایندیا چند دقیقه بعد بلند شدن به هوا سقوط کرد. به اطلاع پلیس و وزیر بهداشت هندوستان بسیار آدمان کشته شدند. قرار بود هواپیما به فرودگاه گاتویک شهر لندن پرواز میکرد، ولی در یک محله اهالی نشین به زمین افتاد. یک مقام بلندپایه پلیس هندوستان گفت هواپیما بالای بینای افتاد که آن را خوابگاه طبیبان مینامند و تخمینا 80% محل سقوط هواپیما الکی سنجیده شده است. در میان 242 مسافر 11 نفرشان کودک بودند، میگوید خبرگزاری ریترز. شرکت ایر ایندیا گفت از میان آنها 169 مسافر شهروند هندوستان، 53 نفر از بریتانیا، 7 نفر از پرتغالیا و 1 نفر از کانادا بوده است. سامانه فلایت رادار می نویسد هواپیمای افتاده نوعی نوترین هواپیمای بوینگ 787 دریملاینر می باشد که مسافربری زمانوی دانسته می شود. شرکت هوایی ایر ایندیا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که حالا با آموزش حادثه و جزئیات آن مشغول است. مجروحان را به بیمارخانه های نزدیکترین انتقال می دهند، می گوید این شرکت. گزارش های تلویزیونی نوارهای سقوط هواپیما را نمایش داده گفتند که هواپیما از بالای منطقه اهالی نشین گذشته پایین می فراید و گویا از نظرها غایب شده ناگهان آتش عظیمی در بین خانه ها به هوا می پیچد. اینچنین گزارش ها صحنه کمک رسانی شتابکارانه ماشین های یاری تعجیلی را نمایش می دهند که مردم مجروح را به بیمارخانه ها انتقال می دهند. ریتر نوشته است که هواپیما ساعت 13:39 روز 12 ایون به حرکت درآمد و چند لحظه بعد از داخل آن به فرودگاه صدای میدی آمد که معنایش حالت اضطراری می باشد. ولی بعد این کسی از خلبانها جواب نداد. شرکت بوینگ گفت که درباره فاجعه خبر دارد و برای دریافت معلومات بیشتر تلاش خواهد کرد.